اینجا میدان دام در شهر امستردام هست. مکان تاریخی احاطه شده با معماری‌های قرن 17 میلادی. مکانی که هالندی‌ها در آنجا همه ساله از کشته و زخمی شدگان جنگ جهانی دوم بزرگداشت به عمل می‌آورند. به تاریخ 4 جون این مکان تاریخی میزبان گروهی از افغانستانی‌های مقیم هلند و کشور بلژیم بود. این جمع بزرگ امروز اینجا گرد هم آمدند تا با شمع‌افروزی و با گذاشتن گل یاد کشته و زخمی شده های حادثه های چند روز اخیر را در کابل با یک همایش سراسری با حضور داشت اقوام مختلف افغانستان در میان صدها گردشگر خارجی گرامی بدارند و نگرانی خود را از وضعیت کنونی کابل ابراز نمایند. ما همه افغان ها در سراسر دنیا برای کابل خود غمگین هستیم و می خواهیم که از این طریق غم شریکی بکنیم همراه خانواده شهدا و زخمی ها و به نحوی می خواهیم بگوییم به افغان هایی که در داخل افغانستان هستند که تنها نیستند و ما در سراسر دنیا همراهشان هستیم. این گروه همچنان حمایت و همبستگی خود را از حرکت‌های مدنی شهروندان افغانستان در اعتراض به عملکرد دولت افغانستان علیه معترضان اعلام کردند. ما حمایت قوی معنوی خود از اونا ابراز و اعلان می‌داریم و اعلان می‌داریم که ما برای جامعه مدنی مردمی که بتواند جایگاه انسان در جامعه افغانستان تثبیت کنه، بتواند حرکت مدنی که مسیرهایی که نادرست است اون استقامت بدهش با او حساب اینجا گرد هم جمع شدیم تا اینکه همبستگی خود با او برابرای خود با او خواهرای خود در افغانستان اعلام کنیم. تعداد هم با شدیدترین الفاظ به خشونت کشاندن اعتراض مدنی شهروندان را تقبیح کردند و مشخص ساختند که منظور از گرد هم آمدن در این روزها تنها به خاطر حمله تروریستی در افغانستان نیست، بلکه همچنان برای شهدایی هست که به خاطر حق و عدالت در مقابل دولت برخاستند. چون برادر امروز در همه مساجد خاتم میگیرند، ما باید خاتم برای جنگ بگیریم. خاتم فقط باید برای مرگ طبیعی باشه، نه خاتم برای مرگ اجباری، مرگ انتحاری و مرگ تحمیلی، چون برای همیشه ادامه خواهند داشت. با سلام. امروز روز تحسن بود، یاد شهدا. قسمی که معلوم می شود برنامه‌های بزرگتر از این هم در راه است. قرار است فعالین در اینجا در هماهنگی با افغانستانی‌های مقیم در کشورهای دیگر اروپایی مانند فرانسه، جرمنی و بلژیم و بروکسل بروند تا نگرانی خود را از وضعیت نابسامان افغانستان به نمایندگان در پارلمان اروپا برسانند. یک جا میریم به طرف بروکسل، تمام دولت‌های اروپایی را برشان بایسانشان میرسانیم که دولت مزدور افغانستان مجبور بسازن که یا امنیت تامین کنه یا قدرت واگذار بکنه با جنبش گذار با جوانانی که در افغانستان در هیچ معامله دستشان دخیل نبودن. زنده باد و پاینده باد افغانستان و استوار باد گام های کسانی که حق و عدالت میخواهند. یا یک بار دیگر روح شهادات تمام همین 3 حادثه و 3 روز آخر گرامی باد. امشب در اینجا مردم اشک ریختند و سکوت کردند. افغانستانی های بیرون از افغانستان از سیاست های خارجی و در کل هزاران چی در افغانستان میگذرد متاثر میگردند. مانند ما بسیاری از جوانهای افغانستانی وجود دارند که رویدادهای افغانستان را خیلی مهم میپندارند. این موضوعات قسمت مهمی از هویت آنها را تشکیل میده. ما مطمئن هستم که تمام هموطنان ما در خارج از افغانستان نگران هر آن چیزی هستند که در افغانستان میگذرد. در ختم روز در حوزه شخصی، خانواده ها و دوستا ما افغانستانی هستیم و باقی خواهیم ماند. ایشان سرنوشت خود را وابسته به سرنوشت کشور خود می‌دانند و به این باورند که هیچگاه از این پیکره جدا نمی‌توانند باشند، هرچند اگر بکوشند.